این لیمو چینیه. خب خوش شده بود کلا. میدونی شاخه بالا که خوش شده؟ آها شاخه بالا خوش شده بود. یه اشتباه نکنم یه دو تا برگی از قبلی مونده بود. اگه کود مایع که استفاده کردم کلا دوباره جوان جدید زده. الان برگ همه جدیدن. در صورتی که الان دوره رشد این نیست. الان دیگه باید دوره به قول خودمون خوابش الان. بله ما از پایین بگیرید لطفاً. فوق‌العاده اصلا برگا رو می‌بینی؟ جدیدن همه. آره همه. بله. یعنی کلا داشت خوش میشد. داشت خوش میشد. خوش شده بود. بله. خوش شده بود. اصلا دوباره جوان زد برگشت. مشخصه. همش اینطورن. همه اینطورن. بذار باشه مهندس مشکلی نداره. نه مهندس اینو خب یه لیمو شیرازیه. این می‌بینی؟ این هم خوش شده بود. کود مایع که استفاده کردن همین فسفر مایع. خب یکی از دوستان مال استم شوش پارسال بهم دادش. داشت خوش شد. چوبش خوش که خب کاملا مشخصا اینا جدیدن. این همه جدیدن. بله کاملا مشخصه. یک بار فقط مصرف. یک بار مصرف. آره باید یه بار دیگه استفاده بکنید. البته عرض کردم باید بشورشون های مهندس چون خیلی خاک دارن. بله به خاطر چه نشستیمشون که یه لایه روش باشه به خاطر گرما. خب این هم شاخه خوش شده بودن. حالت ضعیف شده بود. اصلا از اونجا به بالا خوش دوباره جوان جدید زدن. آره همه جوان جدید. آره خدا رو شکر. یعنی خداییش ماشاءالله واقعا به اسمش یاد میگن معجزه‌گر. کشاورز اسم خوبی روش گذاشتن. بله اسم جالب گذاشتن چون عناصر به نظر هم ماکرو داره هم میکرو داره. بله خدا رو شکر. ما راضی بودیم ان شاءالله دستم در نکنه. خیلی زنده باش. خیلی زیر چیزا ما نیست. بله این همینا برگا جدیدن. همه جدیدن که اینجور بیرون زدن. بله جدیدن. آره اینا بعد جالب‌تر از اینه که مینوز هم دیگه نمیزنه شونا. بله چون قبلا ما هر ساله تا دلت بخواد تشکش میزدم به خاطر مینوز. امسال هیچ نزدم چون درخت‌ها ضعیف شده بودن. بعد از این کود دیدم درخت‌ها قویشان دیگه اصلا نزدم. مینوز نزدم هیچ. احسن. برگا جدیدو. برگا بالا که خاطر قدیم اینا می‌بینی اینا جدیدن. بله کاملا مشخصه. کاملا مشخصه. عالی بود. دمتون گرم. تشکر. خواهش می‌کنم قربونت برم. کمکی به کشاورزی هم منطقه هم کشور بکنم. ان شاء الله با امید خدا. ممنونم از شما آقای مهندس.